خداوند گفته الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یاد خدا، وصل شدن به رب العالمین دلها رو آرام میکنه. پس تنها راه نجات اینه، آرامشی که همه دنبالشن و در دسترس همه هست ولی خب ازش غافلیم. خداوند در قرآن میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. کسانی که برای رسیدن به درگاه ما، به رضای ما، به خوشنودی ما واقعا اون چیزی که در توانشونه بذل جهد میکنن، در طبق اخلاص میگذارن و تقدیم میکنن، نتیجه چی میشه؟ والذین جاهدوا فینا. این فینا خیلی مهمه. جاهدوا فینا، باید تلاش بکنید، تلاش در راه رضای خدا و خوشنودی خدا باشه. نتیجه چی میشه؟ لنهدینهم سبلنا. ما همه راههایی که به ما متصل میشه به اونها نشون میدیم و بعد هدایتشون میکنیم، جهتشون میدیم. سبحان الله. و ان الله لمع المحسنین. و خدا همراه نیکوکاران است. اولین نیکی در حق خودمون باید بکنیم، دومین نیکی در حق پدر مادر، خانواده، همسر، بچه ها، سومین نیکی در حق ارحام، در حق معلم، در حق شاگردامون، همسایه هامون، دوستامون، کارمندامون، شاگردامون، برادرها و خواهرای مسلمانمون، برادرها و خواهرای انسانمون. احسان و نیکی مذهب نداره، مذهبش انسانیه. تا اگر به یه مورچی هم غذا بدید مأجورید. ان الله كتب الاحسان علی كل شیء. میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. در قوم بنی اسرائیل شخصی به خاطر گربه‌ای که یک زنی به خاطر گربه‌ای که زندانی کرد 3 روز اجازه نداد غذا بخوره، غذا هم بهش نداد، آب بهش نداد، انباری زندانیش کرد، درم باز نکرد که خودش بره موشی چیزی شکار بکنه. بعد از 3 روز که در باز کرد که اون گربه مرده، خداوند برش خشم گرفت و یک زن روسبی که سالهای سال روسبیگری میکرد از جایی رد میشد، دید که سگی از تشنگی داره خاک میخوره، رفت آبی آورد بر دهان سگ گذاشت، زنده شد سگ. خداوند این عملش پذیرفت. این کاری که احسان میکنه عجایب میکنه. یکی از منابع انرژی هست احسان کردن و گذشت کردن و در خدمت برادر و خواهر بر آمدن. نماز که یه چیز شخصیه، روزه یه چیز شخصیه، تلاوت یه چیز شخصیه. برای بندگان خدا چیکار کردید؟ علما میگن جهاد 5 تا جهاده. جهاد مالی، سرمایه‌دارا کجان؟ سینه سپر بکنن برای توسعه جامعه، برای لوکس کردن جامعه، برای بیداری جامعه، برای آموزش جامعه. میگه نه با پول سرمایه‌داران مسلمانی که مدارس درست میشه، مساجد درست میشه، کتابخانه ها درست میشه، بیمارستان ها درست میشه، جاده ها درست میشه، مراکز پژوهشی و تحقیقاتی درست میشه. کجان عبدالرحمن ابن عوف ها، عثمان ابن عفان ها، ابوبکر ها، عمر ها؟ جهاد مالی، هر جایی که صحبت از جهاد نفس شده صحبت از جهاد مال شده. انفاق بزرگترین منبع انرژی است برای انسان، برای جامعه. دلت بزرگ بکن. در نامهای 99 گانه خداوند نام بخیل نیست، سخی هست، کریم هست.